فکر کنم خیلی قشنگ شد. نه بله عالی شد. خیلی قشنگ شد. خیلی ممنون. خیلی ممنون دوستان از شما پرسنل محترمتون. دختر خانم چون هستی؟ بله ماشاءالله. خدا ببخشید. اول مراجعه واسه دیدی یکی چشم بود که ببینم آمون موارد آمده یا نه. خدمت آقای دکتر اینا رسیدم گفتم واسه این چشم میتونید کاری انجام بدین. آقای دکتر هداوند خانی خدا خیرش بده با آقای دکتر پشینا صحبت کردم گفتم برای واسه زیبایی میتونم انجام بدم. این چشم هم بود چی شده بودم از بچگی قیچی زده توش به علت ضربت قیچی بوده از تقریبا 4-5 سالگی تا 16 سالگی هم دیدش ولی یواش یواش به علت عفونت دیدشم از دست داده بود. آقای دکتر هداوند خانی ما رو معرفی کردن که ایشالا که زیباییم کامل بشه و با خوشحالی خودم خانواده بشه. این عمل قبلا هم انجام میشه. روش‌های مختلفی بود. ولی خود در مورد در مورد چه شما خب فکر کنم خیلی قشنگ شد. نه بله عالی شد. خیلی قشنگ شد. خیلی ممنون. خیلی ممنون دوستان از شما پرسنل محترمتون. دختر خانم چون هستی؟ بله ماشاءالله. خدا ببخشید.